السلام علیکم برادر عزیز، من مادر میرا احرام الدین. این بچه من شام یک شنبه روزی 19 مرد بود ساعت 8 بیگهی ای خانه برآمد، اومد بانیه کرد، سر روش شوش کم تا بینسترینی بود، نمیدونم چو کرده بینسترینیک پرسیدم من میجا در اومد بانیه کرد، برآمد رفت برادر رفت گو که چجور مگازین میرم دیگه رفت بر نگشت. اینه شما احترام نخواهش می فرزادی مرا پرتوی من ریزویم پرتوی ده همین سایت اختونده پرتوی ایران جان هر کجایی باشی بچم بیو، هر کجایی باشی آخه کترا کی بود تو کجا رفتی، تو فکری مرا نکدی آخه فکری پدرت نکدی بچم، آخه تو جورادور نبودی آخه چوکت کجا رفتی بچم، هر کجایی باشی بیو بچم خونه بیو که دیگه نمیتونم قوت درمون ندارم بچم. خب یا هر کجایی باشی ترا کی بور کجا رفتی کی را پیدا کردی ترا کی پیدا کرد گریف برده. سلام و درود به پایان دوستان عزیز، خداوند حفظتان کنه. امروز بیگاه ماه مبارک ماه رمضان است و همت مبارکباد میگم. گریه مادرش شنیده، زاره مادرش شنیده. از شما خواهش میکنم که به خاطر الله، به خاطر همین مادر همین ویدیو را پهن کنید دوستان. کمی زیقم هستم، الله شاید که در طول چند سال با شما بودم برادران و مادران عزیز. الحمدلله رحمت برای همه خوبی ها و گندگی ها و همه دستگیریاتون. این احرام الدین دیده که 2007 تولدش خیلی با این نمرای خولش میمونم، نمرای خولشان این فامیلی هم نمش گمش دیگه دو در جان دیگه جای هستی بیا به خونتون. خیال میکنم که دوستان مهربان الحمدلله به من به مقصدم رسیدم که در حیات میخواستم. ای پروردگار به همون مقصد خودم رسوندم. من دیگر طاقت کامنت های شما را بد کامنتاری بدتون دیدن ندارم. الله شاید من هر چی کردم به خاطر خدا کردم. بیگاه رمضان است. نمیدونم که ما مسلمانیم تاجیکیم با چقدر بعضی مفکورهاتون پست که چی گپای پست بلند میزنه. پدر مادر من از من یگان پیاله چای خوب نگرفتن که از طرف شما به خاطر یک ویدیویی که من خیر میکنم یک کس گم میشوه، یک کس یگان مشکلی میشوه آواریا میکنه چقدر بد مینویسه که رکلام میکنم چقدر بد مینویسه. روزای نزدیک با فیلم ویدیوی خداحافظی من به شما میبرویه، یعنی که من شما را ترک کردنی نیستم، همه تا دوست میدارم، اما دیگر طاقتی چنین سخنا را شنیده نداشتم. هرچی طاقت کردم به خاطر مسجد بود، به خاطر مسجد که الحمدلله سپاریده شد. با فهمیدگی من روزای نزدیک ویدیو میکنم، خداحافظی میکنم به همت. شاید از یوتیوب من برآمده روم، بعضی اکو خیلی ولی صحبت ها داریم با چه انجام میوه نمیدونم. راستش دیگه من نمیخوام دیگر، من خیلی دیلم درد میکنه. حاضی اگر که عشق بریزونی میگن که بعد اکتیاری کرده ایستاده در همین بیگاه رمضان. زبانم کوخ شوه اگر دروغ بگم در همین بیگاه رمضان که من اکتیاری ندارم. فقط چی بگم طاقت دیگه گپای پست بلند شنیدن شما را ندارم دوستان مهربان. خیلی بعضی سنگدل هستی، خیلی سنگدل هستی که چقدر بیزه به گپای پست بلند می نویسه. خداوند همه ما را هدایت کنه، علل خصوص هم نویسندگانی که بد می نویسند در پس اکران. شما فکر نکنید که بد می نویسه خداوند شما را نمی بینه. در هم نامه اعمال ملائکه های دست چپ و راست نوشته ایستادند، هر چیزی بد می نویسه شما. با هم خاطر خدا همه ما را برای راست هدایت کنه. التماس ویدیو را به خاطر هم بچه‌ک فهم کنید تا یوب شود. السلام علیکم و رحمت الله. просто باید انسان شیم. خدمت اگر مسلمان هم شده نیستی انسان شد تمام.
خدا همه ما را هدایت کنه. تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ولا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب نزلا من غفور رحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرح كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا با میگوی موسی نمیتونه ها؟ رحمة من ربك إنه رب السماوات والأرض